سلام دوستای عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، قسمی که در ویدیوی قبلی دیدین دیگه کابل جان رسیده بودیم، میدان هوایی دیگه. فعلا از ولایت کابل، از پایتخت قلب آسیا، از پایتخت افغانستان دیگه، نام خدا سرکا چقدر لوکس جور شده. از اینجا بخیر حرکت میکنیم به ولایت زیبای خود، به ولایتی که زادگاه ماست، به ولایتی که پیدا شدیم، به ولایتی که خرد بودیم کلان شدیم. بالاخره ای تونلام است. تونل آمد. چقدر تونلم خوب و خرابی خود داره دیگه. وطن عزیز ما، وطنی که ملت مظلوم بیچاره داره بخواد دیگه. دوستای عزیز، قسمی که در ویدیو شما دیدین بعد سالهای سال از بلژیم سفر کردیم، آمدیم ایتالیا، از ایتالیا آمدیم دبی، از دبی هم آمدیم کابل جان افغانستان. فعلا دیگه اینی گراری های کلان است، گراری کلان است فکر میکنم. از اینجا دیگه بخیر گراری ها را خلاص میکنیم، سالنگا را پایین میشیم طرف دشاخ گفته به جمع ولایت بغلان حساب میشه دیگه. انتظار از این را داریم که بخیر در آینده هر مسافر بعد از سالهای سال، بعد از هر وقت و زمانی که مسافر بتانه بیایه و زر ولایت افغانستان باشه، یک منظره زیبا است. دوستا بسیار میبخشین در بعضی جا ما صدای ما دیگه میبرم، یعنی منظورم گپ ما دیگه جا اینی دشاخ هست، فکر میکنم پایین میشیم دیگه، چون همین مسیر راه یک نظاره خود جداگانه داره، یک منظره زیبا. سعی کنین چی یک منظره است دوست عزیز. باز مجبور هستم که مو تعریفات وطن خود، جایی که منظره، جایی که واقعیت دیدنی است، او را تقدیم شما بکنم و با شما بگویم دوست عزیز. فعلا از سالن خلاص شدیم، پایین شده رسیم دوست عزیز. امیدواری به این داریم که بخیر انشالله از این کده خوبتر دیگه هم جور شوه بخیر انشالله. سالنگ یا هر ولایت افغانستان، تمام افغانستان، خدا کنه که فعلا حکومتی که در افغانستان است خدمت مردم مظلوم رنج دیده افغانستان بکنه دیگه. امیدواری از امی داریم دوست عزیز دیگه. فعلا میبینین یک آب و هوای او سایکوشی رقم، یک آب پاک، او صاف ستاره. اگرچه شما دوست عزیز دیگه از هر ولایتی که هستین میتونین کامنت بکنین جای مقبول به ما یا شارایشه یا در هر ولسوالیایی از در کدام ولایتی که از در کامنت نوشته کنین و ما میخوایم از او جم ولاگ بگیرم، از او جم یک نشر ویدیو بکنم و تقدیم شما دوستای عزیز بکنم. و در اینجا جا داره دوستای عزیز از شما گوتلام نام خدا خوب جور شده بوده، جا داره از تک تک شما سپاسگزاری بکنم دوستای عزیز. چینل ما را، کسایی که تازه بیننده از همین لحظه ویدیوهای ما را سابسکرایب کنین، لایک بکنین دیگه. از کومنت های زیبایتان، از نظرات نیکتان، از کومنت های مقبولتان ما را مستفید بسازین دوستای عزیز دیگه. فاینالی دوستای عزیز او نام خدای جرام خوب بند شده کمکی دیگه. چقدر مال است، چقدر گوسفند است، نام خدایی یا فکر میکنم میرفت طرف کابل. فاینالی ولایت کجاست؟ ولایت بغلان. فعلا دیگه در دروازه ولایت بغلان است. پلخمری دوستای عزیز پلخمری رسیدیم دیگه. دوستای عزیز بازم خدا کنه که این ویدیو به شما خسته کن تمام نشده باشه. قسمی که در ویدیوهای قبلی به شما گفتم، قسمی که ذکر کردم، شهرم شهر پلخمری است، ولایت بغلان، مرکز ولایت بغلان است. بله، قسمی که شما در ویدیو میبینین دیگه نزدیک شام شده، گروپام چالان است. یک وقت دوستای عزیز هیچ چیز نبود، نه گروپ بود نه چیز بود در سرکانام. خدا خیلی ترقی کرده، خدا کنه که از این کده خوبتر زیافتر شود. دوستای عزیز همیجا میخوایم ویدیو رو در پایان برسانم. بازم برای شما میگم تشکر از حمایتتان دیگه. به خدای یکتا میسپارم شما را دوستای عزیز
دیگه همیشه شاد، موفق، سربلند باشید.